سلام، با بچه ها اومدیم رودخانه وریان. اینجا بچه ها خیلی دوست دارن باشن. آقا پارسا، آقا تاها. سلام. جورابشم بیار. کفش رفتم بیار اینجا. خب آقا پارسا هم که همینجور هی زیق زیق میکنه، نمیذاره. خودت زیق زیق میکنه. اومدی کجا؟ رودخانه وریان. آقا تاها در حال شیرینی خوردن. اینجا منظره رودخونه، یه جای خوب و با صفایی هستش. بچه ها خلاصه دارن حال میکنن. امیدوارم که بهشون خوش بگذره. البته بساط چایی هم آوردیم ولی خیلی مجهز نیومدیم. انشالله دفعه دیگه خیلی خوب مجهز با جوج میاییم. راستی اگه خواستید بیان اینجا توی شهر دماوند هستش. ما سرچ کردیم رودخانه ولیان، ما رو آورد اینجا. خیلی هم خوبه، فقط حیف که ما دیر رسیدیم. ای کاش میدونستیم زودتر می اومدیم.